تحولاتی تاجیکستان و جهان رو از منبر رادیو آزادی پیشکش شما میکنیم. چالوی گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 5 دکبر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. پول رو میدهند اما کی مهاجران توجیک سرگم شدند که مبلغ‌های فرستادهشان چی طور به نزدیکانشان میرسد. ما از کارمندان زلطهای کرونا خواهش میکنیم، التجا میکنیم که همین سیستم را رهایی کنند. یک زمین و دو مالک و یا اگر بروم کجا بروم؟ دادگاه قرار کرد که یک عائله سرفرزند منزل زیستش را خالی کند. کجا ما کجا ما وقت میام رفته جا میام پولم ندارم روزی 7 کودک ما به زور میگذارونم از کجا ما حوض میبرم میرم جا ندارم. در زیر فشار عکس‌های تحریک‌آمیز را از نمایشگاه در قرقیزستان بیرون کشیدند. رئیس اسرخانه از احساس خطر به استعفا رفت. 5 дней поступает столько. давоми 5 рӯзи гузашта ба шахсан ман ба кормандони ман ба ташкилкунандагони намоишгоҳ чунон зиёд таҳдид карданд ки ман аз ҳама хавотир шудам. نظام انتقال پولی زلطه کرونا مذاکرات با بانک ملی تاجیکستان دوباره فعال کرده. کارش در این کشور میخواهد ادامه بدهد. این نظام که خدمات ارزانترین را پیشکش میکرد بعد فعال شدن مرکز نفت در بانک ملی از فعالیت باز مانده است. در همین حال ساکنان تاجیکستان شکایت دارند که با گذشت چند روز پولهای فرستاده را از بانک ها گرفتن نمیتوانند. در بعضی از بانک ها مشتریان را نام نویس کرده از آنها خواستند که منتظر باشند، اما برایشان دقیق نگفتند که باید تا کی انتظار بمانند. در آمد اکثر ساکنان تاجیکستان را مبلغ‌های پولی خویشاوندان مهاجرشان تشکیل می‌دهد که در روسیه بیش از 1 میلیون نفر هستند. مهاجران میگویند راه اندازی نظام نو آنها را نیز سرگردان و ناراحت کرده است. فعال شدن مرکز ملی انتقال پول، یک شبکه زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان، مهاجران را هنگام فرستادن مبلغ از روسیه به کشور به مشکل روبرو کرده است. ایام‌الدین صفایف مهاجر تاجیک در یکی از دهه‌های دوردستی روسیه کار می‌کند. وی میگوید که در 70 کیلومتری محل کارش یگان بانک نیست. ایام‌الدین در گذشته به نزدیکانش آنلاین و به واسطه تلفن موبیلی پول می‌گذراند، اما حالا این کار غیر امکان است. دین من 10,000 فرستاندم تا حال یگان результат یگان آدم نیست که با دوی ما برسه عموما با چیش بگیری. ما از کارمندان زلطهای کرونا خواهش میکنیم، التجا میکنیم که همین سیستم را رهایی کنند. در خلق تاجیک این مینه در ما ساستر و ویگنترای برای اونه که ما کارتا قطعی استفاده میبریم با کارتا ایره فرستانیم برات نه ایره گرفتن نمیتونیم. شماره زیادی مهاجران کاری تاجیک طی چند روز است که پول‌های به تاجیکستان فرستاده خود را بازپس گرفتن نمیتوانند. یک مهاجر کاری میگوید مادرش بیمار است و برای طبابت او فوراً پول فرستاده است، ولی در تاجیکستان نمیتوانند پول را دسترس کنند. وی نگران است که مادرش را چگونه طبابت میکنند. از تاجیکستان میگن через اینستریم اپرایت کنید. برای از سیستم از زلطهای کرونا گرفتن مبلغ ما باید 5 روز انتظار کنیم، بالای این فایزش گردانیده نمیشود. اکثر مهاجران کاری تجربه انتقال پول از روسیه به تاجیکستان را میدانند. میگویند که در آغاز نیکلیس بانک یگانه واسطه انتقال پول به تاجیکستان فعال بود که تا 10% حق انتقال را میگرفت. بعداً با پیدا شدن رقابت حق بانک ها تا به 0.5% پایین رفت. حالا آنها نگرانند که فایز انتقال پول به تاجیکستان می افزاید. وقتی که از بین بازیگر اساسی رو که سیستم انتقال پول زلطه کرونا رو که از بین بردن، علاقه در این میدان دو شرکت موندن و اکنون اونها یکچین هستند و چی نرخی خواهند میگذارند. در برابر زلطه کرونا انتقال مبلغ به واسطه نظام‌های بین المللی بلیسکا و منیگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. این نظام ها تنها در صورت پیوستن به مرکز ملی پروسسینگی دوباره حق انتقال مبلغ را به تاجیکستان پیدا می کنند. مسئولان نظام زلطه کرونا میگویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می دهند. مسئولان نظام زلطه کرونا میگویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می‌دهند.
فعلا نظام‌های یونستریم و کانتکت حق انتقال پول به تاجیکستان را دارند. شروع از سال نو میزان جریمه و همه گونه پرداخت‌های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا می رود. در 3 سال اخیر این بار سوم است که مقامات حجم جریمه ها را بلند می کنند و سبب آن را هم به بی‌قرب‌شوی پول ربط می دهند. اندازه جریمه و پرداخت‌های حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان دهنده برای حساب شمرده می شود. حجم این نشان دهنده در حال حاضر 55 سومانی است. از سال نو آن به 58 سومانی برابر می شود. تفصیلات بیشتر رو مول رجب یوسفی در دست دارد. بر اساس تغییرات نو همه نمود جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده راه تا جزا برای جنایت های سبک بالا می رود. مثال اگر شما تا این وقت برای گذشتن از چراغک سرخ تا 275 سومانی جریمه می شدید، پس از 1 ژانویه شما تا 290 سومانی جریمه خواهد شد. یک جریمه و مثال ممکن گپ هست که 1,500 سومون میشد. برای 1,500 سومون ما مجبوریم که یک ماه دراز کار کنیم، بعد 1,500 سومون جریمه سپاریم. بعض نمود باج گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب ها پرداخت می شوند و نرخ های آنها نیز گران خواهد شد. مسئولین وزارت مالیه تاجیکستان میگویند سبب بالا بردن حجم نشان دهنده برای حساب ها به تورم یا بی‌قرب‌شوی پول ربط دارد. مسئولین سرریاست بودجه وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 دکبر به رادیوی آزادی گفتند نشان دهنده برای حساب ها از روی معیار تورم یا بی‌قرب‌شوی پول حساب می شود. خبر گران شدن جریمه ها از ینوار سال 2020 ساکنان را از حالات نگران کرده است. بعضی از ساکنان میگویند جریمه ها به این هم در تاجیکستان گران است و بالا بردن آن باز هم به جیب مردم ضربه خواهد زد. تری جریمه هر که 55 سر میشه جریمه‌اش میره تا چند دیگه همون قانونی خچون قدیم میزنه دیگه نمیگه چند. کارشناسان میگویند هدف از بالا بردن جریمه ها ظاهرا برای پر کردن بودجه است. بودجه که نقشه آن در 9 ماه امسال اجرا نشد و برای سال آینده باز هم حجم آن را بیشتر کردند. باید آن چیزی که در آن نشان داده‌ای که اصلا برای تشکل یافتن و پر کردن بودجه کشور، خصوصا قسمت بودجه کشور، قسمت اجتماعی دیگر باید پر شود. نباید از طریقی مثلا شکل‌های دیگری نمود جریمه ها پر شود. موضوع بالا بودن حجم جریمه ها با نظرداشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حالت‌های هم بود که ساکنان در پی جریمه شدن دست به خودکشی زدند. از جمله چند سال پیش عالم خوجا محمدیف، یک ساکن جماعت غولک اندازی ناحیه جبار رسولف که 12500 سومانی جریمه شده بود دست به خودکشی زد. مقامات او را برای به حجت رانندگی اداره کردن ماشین جریمه کرده بودند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. در شرایط بلند رفتن جریمه ها یگانه مشورت به شما بینندگان عزیز این است که به خلافکاری راه ندید تا به سپاریدن جریمه مجبور نشوید. من برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهم. دادگاه در دوشنبه بعد 14 سال بحث ها بین یک عائله و صاحبکار قضیه را به فایده دومی حل کرد. طبق آن باید خانواده سرفرزند منزلشون را ترک کنند. این عائله حکم را ناعادلانه ارزیابی نمودند ولی در دادگاه آن را در دایره قانون می‌دانند. البته از لحاظ قانونی حکم دادگاه هیچ جای بحث ندارد ولی در آستانه سردی ها در کوچه ماندن کودکان از لحاظ انسانی جای برای فکر کردن را می‌گذارد. زرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. پس از یک بحث چندین ساله این عائله را با قرار دادگاه از خانه بیرون می‌کنند. دین ساعت 4 آگاه کرده. من تا این ساعت 9 میبرم. کجا ما در وقت کجا ما وقت میام رفته جا میام. پولم ندارم. روزی 7 کودک من به زور میگذارم. از کجا ما حوض میبرم میرم. جا ندارم. بر اساس قرار شهرداری در این زمین که 21 سوچی هست ساختمان مجموعه ورزشی پیش بینی شده است ولی بر رجب ما و خانواده‌اش جبران یا منزل دیگر پیشنهاد نشده است. عائله افغانوف که میگویند با 7 فرزند در این خانه زندگی میکنند ادعا دارند که آنها را غیر قانونی از خانه خودشان بیرون میکنند. یوریستاش برالو میدونن که تک قرارش غیر قانونی است. من رفتم همه یوریستاش دیدن اینم فریاد کردن. نمایندگان خدمات اجرا که برای اجرای قرار دادگاه آمده جریان بیرون آوردن جهاز این خانواده را نظارت میکردند گفتند این عائله از چند ماه پیش برای خالی کردن خانه آگاه کرده شده است.
بحث سر این انشاءات 14 سال باز ادامه دارد. اخیراً دادگاه ناحیه سینا قرار کرد که این خانه به صاحبکار اکبر صدورов تعلق دارد و باید عائله افغانов آن را خالی کند. صدورов در یک تماس تلفنی گفت حجت‌های رسمی مکانی بحثی را دارد. میگوید این قضیه را تمام نهادها تفتیش کرده و صاحب ملک بودن او اثبات شده است. تمام مقامات تاجیکستان تفتیشات بردید، میگه که آدم‌ها را رفتن خریدن. شما یک بار برین تصور کنید که 13 قرار شد سالاش قطعی گذشته. من 13-14 سال قطعی رفتم. اما خانواده افغانов حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی میکنند. به ادعای آنها چندین سال است صاحبکار برای از خود کردن مالکیت آنها تلاش دارد. 14 سال پیش به گفته آنها دادگاه عالی این بحث را به منفیت آنها حل و سندهای پیشنهاد نموده صاحبکار را به اعتبار دانست. همینجا ماشینا را تعمیر میکردن، اماکی ما همش جان و برادر و بسیار آدما همینجا کار میکردن. 8 سال پیش همین کارخانه را ما کلان شدیم، کار کردم. مردم هم میتونن تصدیق کنن که همین کارخانه ما. با این حال هر دو جانب ادعا دارد که سندهای رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین را دارند و خود را صاحب ملک میدانند. هرچند خانواده افغانов میگوید راضی‌اند با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر خانه‌اشان را ترک نمایند. اکبر صدورов میگوید برای این هیچ اساس وجود ندارد. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی می کنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشان به اساس گرفته یا ویران می شود. در قرغیزستان نمایشگاه تشکیل گردید که تشبسکارانش میگویند به یاد مهاجر زنانی ففتیده در 2 سال پیش است. اما مقامات و محافظه‌کاران جامعه بعضی نگاره‌های آن را بیرون از دایره فرهنگ و اخلاق ارزیابی کرده طلب نمودند که از نمایشگاه برداشته شوند. ادامه موضوع در گزارش خیرامان بخوزاده. در قرغیزستان رسامان حامی حقوق زن با سنزور روبرو شدند. این نمایشگاه با نام فمیناله در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک است. قرار بود این نمایشگاه به جشن آزادی هنری نقاشی زنان تبدیل شود. ولی وزارت فرهنگ قرغیزستان امر داد که 6 نگاره به گفته آنها تحریک‌آمیز برداشته شوند. آیا هنری نقاشی در قرغیزستان امروز سنزور شده است یا نه؟ این است سوال اولی که باید از زبان ما صدا بدهد. ما این قرار را به احتمال غالب در دادگاه محاکمه میکنیم. حقوق شناسان و فعالان حقوق انسان در طرف ما هستند. نمایشگاه فمیناله به 17 زن بخشیده شده است که در یک سوختار سال 2017 چاپخانه در مسکو جان دادند. این نمایشگاه شرایط کار زنان مهاجر کاری را انعکاس کرده است. رسامان از 22 کشور کارهای خود را به معرض تماشا گذاشتند. در میان آنها یک رسام دنیگی هم با لباس تگ خود در مقابل آینه ایستاده است و در داخل سطل روده‌های گوسفند را دارد. هر چیزی که در نمایشگاه می‌گذرد از نظر من خطا است. نخست وزیر باید آنهایی را که به این چیز اجازه دادند آگاهی بدهد. برخی رسامان را تهدید کردند که میکشند. رئیس آثارخانه میر جنگرچیو در پی چنین تهدیدها از مقامش استعفا داد. دوام 5 روزی گذشته به شخصا من، به کارمندان من، به تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواتیر شدم. هیچ یک نفر بدون امر از بالا چنین کارو کرده نمیتواند. Без команды сверху этого бы никто не сделал. نمایشگاه را بیشتر از راه اینترنت بسیاری ها دستگیری کردند. سابق پرزیدنت روزا اوتونبایوا این نمایشگاه را ستایش کرد. نمایشگاه نقاشی فمیناله اجازه گرفت که تا 15 دکبر کار کند. به شرطی که برخی نقاشی های تحریک‌آمیز برداشته شوند. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین مطلب به پایان میبریم. تا ملاقات بعدی شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید و اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. فراموش نکنید من فردا شما رو در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.